My royal friends, I'm going to جدید از کانال خودمون علیرضا ایکس and الینا بیوتی. خب امروز ما میخوایم یه بازی به نام 99 Night in the Forest یا 99 شب در جنگل. خیلی خبر خوبی بود، میدونید خیلی خبر خوبی بود. خب دوستان حالا تا این بیاد من بهتون بگم چند تا چیزو. دوستان حتما لایک و کامنت بکنید و اینکه حتما با ما همراه باشید تا آخر این ویدیو و اینکه من این چند وقت فیلم نداشتم دیگه، خودتون ببخشید دیگه نتونستم به دلایلی. خب الان دیگه بتونم تا جایی که بتونم بعد فیلم میذارم. خب اینم که دیگه آخرش تمام شد. ایزی کاش میشد. چی شد دوستان؟ تمام مراحل انجام رفتن تو بازی شما دارید میبینید. خب یه دقیقه برای 99 شب در فارس سه بازی چانسی بازی چه خیلی دوستان همه گروه یک نفر از ما هم چالش برگزار شده. برای دیگه خب یه گروه 5 نفر میسازیم. بیاید اینجا. من نمیخوام تک باشم، تکی حال نمیده، 2 نفرم حال نمیده. خب دوستان 2 نفره رفتیم تو بازی. در امیدوارم این لیو نده. آخه تو تک نفره با کلاسیک من اصلا نمیشه. من مدیکم باید برم آدم ها نجات بدم. من دنبال چیزی میگردم دوستان. من اینجا چیزی زغال پیدا نمیکنم. ببینید 3 نفری کی هست؟ دنبال زغال میگردم، زغال نیست. واه همین دیگه گفتم. ببینم ایوا کیه اول؟ نه ایوا کی نیست. خب میبینید که بازی سختی رو پیش داریم. خیلی بازی سخته، من به فشار میاد. خب صدا من گرفته مریض شدم. خیلی ایوای قویه. خب دوستان یه یاد قوی داریم بازی همین الان بود. بینی من برای بود بهترین روش برای اول فقط چوب برای کارا واسه رو یاد. حالا خب الان همه یادم نداد چه بازی بشه. خب دوستان من اینجا رو بهتره خب دوستان بازی رو در اینجا سیرت کردیم. یارمون اون بر مرده میشه یار بذاریم خالی کم آتیشمون داره خالی میشه. حالا بعد که خالی نشد پیشرفته کرده یه یارمون هم این سر داره قطعا ما میبریم. اصلا شکی درش نیست. قطعا ما نیون قدمیه بود. خب
بگیریم بساز. در این بازی مهمترین امکانات ها تخته باعث میشه اوضاع سریعتر بگذره به میزان، چون اصلش بازی رکوردیه دیگه. سلام همه هم تو شب دنبال گنج علیه صدای بازی کن کنم اینم شد برشون کنم ای وای 1 2 7 دوستان صبح شده. گنج رو باز کنیم دوباره بریم ترین انتخاب من ایوازه. خدا بهترین اسلحه اسلحه چیزه تاکتیک شاتگان. خب دوستان من یکم زود جمع کنم یکم تندش کنم. خب دوستان بدبخت شدیم رفت از اون کمه. بابا توی این ایونتی که داده نه ایونت هالووینیشه و آخرین ایونتش همه چی توش داره. آخرین ایونتش همه ایونت ها با هم میاد. من خیلی و بعد این دیگه کلا این فصلش تمام میشه دیگه از هالووینی در این هفته آخرش و هم ازش نهایت استفاده دوباره بریم سرش. O chimpanzini bananini vai enfiar na sua xereca. خب دوستان یه شب جدید با شروع کردیم با هم دیگه همه اون تازه این اول بازی خوب هیچ نگران نباش. 2 روز گذشته شب 4 گفتم تخت رو سریع‌تر میکنه روزا مثلا اصلش 2 روز گذشته ولی ما 3 داریم. خب من فعلا دارم چوب جمع کنم اینجاش کسی مهم نمیشه بزنیم. خب دوستان نخواهید الان گفتم تخت رو کمک میکنم. شب چندم میشه روز 7 تازه 2 خب حالا اصل این که من اینجا شروع که کات نکردم چه نمونه باشه روز شب اعلام اول باید نگاه اینجا هم بریم جنگ و بچه هم ما باید نمونه بابا ترر میشه من گانم یه دو بودم اشته باشه علی در آخر زمان بسو آنچه من از میدونم یه
دقیقه قطع شد. خب دوستان امتحان کنم دوباره امتحان میکنم. امتحان 1 2 3. خب دوستان دوباره امتحان کنم. من دیگه درست شد و فقط من مردم خواست نیست یا سریع میگذرونیم بعد جنگ میشه آتیش لول 5 من یکی دیگه موندیم یه نفر زنده است یه فرسوات کنجا کنامه بهترین وضعیت دنیاست اون هم جنگ رو میخوام اونی که وسط آتیشه بعدش هم گفته صبح میخواد بیاد کنه سیزان بندوش داره یه بندوش هم کنار من نمیچه بعد این بنده رو بگو برقرار نمانم اینجا کات مونم تا برای بیت نجاتون بیاد من اینجا بانتون مادم دوباره زندگی برای بخش کردم چون مادم هم تمومه خب دوستان از این ویدیو هم لذت برده باشید. خیلی بد بازی کردیم چون که حالا من یه لحظه حواسم پرت شد می‌خواستم اسمش ویدیو قطع شد من درست کردم زیاد حال نداد خودم زیاد حال نداد بقیه بیست همین رو عکس بگیرم بذارم خدا نگهدار تا یه ویدیو